علیکم حوالتون چند نکه؟ از اون سفت این ولی مایو گروه دیو همینجا استقامت میکنیم مثلا این خونه استقامتی شما چند یک خونه ده؟ چند فرزند داره؟ دو فرزند داره خودمون مایوبی گروه دیوم کار نمیکنه پنسیه میگیره 5 فرزند دیگه تا موندگه دوزی دو فرزند داره ها برادر جان چیزی که ما دا میارن یا طرف موجود توجیه روسیه مقصد بچهای توجیه ما دا سومتن یا باور میکنه چون که مثلا ما خیلی اولوی کمیزات تا بکوبیم بیایم دستگیری کنیم مثلا از ما هر چیزی که ما میاریم از میفروریم برادر جان ارد روغن شکر برنج مقصد مکرون و اینا 100 تومان دیگه این برای مقصد دو گودک نگون چی برای خودتون نگون چی میخریم پیش کار شما هیچ هم طرف موجود توجیه مقصد در کم همه وقت دعا کنید که خداوند در کسب کارشون برکت بده. خدا برکت بده. دعا کنید ان شاء الله که ما چیزا میفرماییم میلیم کجا. مال که هزار رحمت خدا برکت. شما چند ساله خواهد؟ من خودم 48 ساله. قبلی 68 49 میدونم. 49 ساله. 49 ساله. شوهرتون گذشتگی الان؟ شوهرم 2011 در ماشین زده شوهر در جای قطعی زندگی میکنه؟ در جای قطعی نمی این دخترچم خونه ویران شده 3 ساله قطعی من 3 بلک داره ولی بلکش مکتب نمیره. دگام کوای بچه فرزندی نداره که کوای کوری باشه شما بچه‌م هست بچه‌م نبوده چورای نمی سر شپیره سکدگی کور نمیشه در می رسیه رفت سول کور کدوم نویا پیرت سید شنبه آورده میشه ولی دایره مثلا معیوبه یو بچه دیگری مال سیف 11 مکتب بود نکرده بچه‌م این خونه را مور همسایه‌تون گفتن که مثلا با یوردانی همسایه میکنه با یوردانی همسایه اینا وقت همسایه ما چند سری سال این همسایه داریم با یوردانی یعنی چوش جمع کردن اندوه کردن فوندامنت رو جمع کردن یا بار کریشش پرون بود شما های یعنی مقصد هر یک کس همی یک خوجگی یک قشلوق داگر که همه مردم جمع شوند در هر یک قشلوق از ما گشتیم همه همین قریب قشلوق کنه در هر یک قشلوق 3-4 اوله کمیزات هست لیکی یا 3-4 خوجگیه در یک قشلوق 100 خوجگی 100 خوجگی 3-4 خوجگی یوردام تا هم خیلی هیچ که کم آقا نمیشه مثلا خیلی یوردام که شو صاحب شما در میرسه مثلا ما ای طرفی ما مقصد یوردام میکنن مهاجرای توجی یعنی توجیه خمونه روسیه امریکا دولتی دنیا در سر خدو جانی پروردگار مقصد اینجا ما دستور روی میکنن که هم خیلی اولو ما میکوم قشلو بخشلو میگردم میکوم مثلا یوردام میکنیم در که ما هم دعا نکنیم در حق همون غریبا دعا کنیم وقتا در سر هر یک جای نماز اینجا اسماعیل رینبو میگن رفتم نیمی یعنی $100 داد آوردم نیمی کریش همون دست رفتم گفتم ایت شما عمو دادم اومدم در خواجه نه 200 تومان
این برای یگان چی بختون هم میخریم با دخترچاتون یا با نبیرچاتون فرق نداره. این سومی شما هفته حلالتون و بعضی شکر ارد روغن یا هم پمش همچون مقصد یوردن برای شما از طرف مهاجرو همون در دوام دادین خواجان برای مهاجرایی که مقصد خواهد مرکز پاش رو مرکز هم رو میریم انشاءالله سوسته خداوند و برکتی ده دنیا رو در سرکتون بریزه خدای شیرین در ده دنیا خور زورتون نکنه خیتون خداوند و به درگاهش قبول کنه خدای بزرگ مهربان دولتی روی دنیا در سرکتون بریزه خداوند و دستی دراستون تگی دستی هزار یک بیوه صغیره را بگیره بچه‌ها غریبه در پناهش نگه در پناهش نگه داشته و رحمت بچه مرحبا جان جان شما چند ساله؟ من 51 ساله 51 ساله 51 ساله شوهرتون کی گذشتن؟ سال 2003 2003 چند فرزند دارین؟ 4 تا 4 تا همش دختر بچه ندارین زندگی را چقدر پیش میبرین خودتون؟ زندگی را خیلی میبینیم کل یگان جا کار میکنین؟ ها مکتب تا نمید اومدم کار میکنم چی کار میکنین؟ فروش کار میکنین؟ چند سال معاش میگیرین؟ 340 340 سال دختراتون کار نمیکنین؟ نه همون ما پجام چیزی که میوریم میاد طرف موجودای توجیه روسیه مقصد در بچه‌ها سومرای میکنن باور میکنن شما مقصد ما هم خیلی روزی که نیازمندم و یاردم میکنیم امروز مقصد روزی شما وقت ساعت شما که اومده مقصد در خونه شما رو زدیم برای کمک مقصد این 100 سومون پجام یک طرف ایش هم یک طرف موجودای مقصد با ارد روغن شکر میفروشیم کم هم باشه با جای زیاد قبول کنیم دم یک سوم هم باشه تو پرورده خیرتون قبول کنیم در غریبو یا دوام دادن که مقصد خواهند در کسب کارشون برکت هم و چیزا رو میفروریم میریم خدای خداوند پروردگار در کسب کار خدای خداوند آیت امی کمی ما را خدا پروردگار زیاد کنه و خدا عمری درست تو تا پروردگار امی حجای همتون قبول کنه همه تا به حج برسونه آمین چی مراد مقصدی داره خدا برسونه رحمت الله ما خیلی چیزا هم